مهم در دوره نوجوانی نگرانی های بلوغ، پیشرسی بلوغ، دیررسی بلوغ و این هاست که حالا ما تو بحث ارتباط میگیم که پدر و مادر چگونه باید با این برخورد کنن. بحث بعدی در دو سن نوجوانی سن سوالات اساسی است. بچه‌ها وقتی وارد دوره نوجوانی میشن وارد سوالات اساسی میشن که از خودشون میپرسن که اصلا من چرا به دنیا آمدم؟ اصلا فلسفه بودن من چیه؟ چرا خدا من آفریده؟ اصلا هدف از خلقت من چیه؟ و چرا درس بخونم؟ چرا باید تقلید کنم؟ چه دینی داشته باشم؟ و سوالات اساسی که در این حوزه به وجود میاد و بحث انتخاب روش و سبک زندگی و دین مطرح میشه و سوالات اساسی که در این زمینه هست که گاهی به پوچی گراییده میشه و اصلا زنده بودن رو بی هدف میدونن و هیچ ارزشی برای زنده بودن نمیدونن و گاهی هم ممکن است جوابهای دم دستی کوچولویی برای خودشون پیدا کنن و زندگی بی معنایی داشته باشن. معناداری زندگی بستگی به اینه که به این سوالات چگونه پاسخ بدم. خب ما میبینیم تو بزرگسالان هم گاهی خیلی وقتا میبینیم آدمایی رو که اصلا به این سوالات هنوز نتونستن پاسخ بدن. اصلا اینکه چرا زنده هستن، برای چی زندگی میکنن، هدفشون از زندگی چیه، فلسفه خلقتشون چیه رو نمیتونن پاسخ بدن، چه برسد به نوجوانانی که در این سنین سوالات براشون پیش میاد. خلاصه بعضی واقعا جوابی برای این پیدا نمیکنن و به پوچی میرسن و اصلا به پدر مادرشون اعتراض میکنن که اصلا ما رو چرا به دنیا آوردی، اصلا شما مقصری که ما رو به دنیا آوردی و الی آخر. پس سن سوالات اساسی است. بعد سن بحران هویت. وقتی که بچه‌ها وارد سن نوجوانی میشن کم کم رشد جسمی و جنسیشون به اونا میگه که تو یه مرد کاملی، یک زن کاملی هستی و گاهی دیگران همین رو بهش میگن. بنابراین این بین دو موضوع گیر میکنه که حالا من کودکم یا بزرگسالم و میاد گاهی کودکیشو بکنه و باز مورد اعتراض قرار میگیره که خجالت نمیکشی، تو بزرگ شدی، همسن سالای تو خانواده ای اداره میکنن، زندگی رو اداره میکنن، تو چرا اینقدر بچگانه رفتار میکنی، تو خجالت نمیکشی داری بازی میکنی. و باز وقتی که میخواد بزرگی بکنه و باز بهش ایراد میگیرن که اینا به تو نیومده، تو این حوزه‌ها حق نداری ورود کنی، تو هنوز دهنت بوی شیر میده، چه حق داری وارد این حرفا بشی، کی گفته این حرفا رو بزنی. و این میشه بحران هویت. یعنی بالاخره این نمیدونه که شتره یا مرغه، نمیدونه که حق داره از حقوق و تکالیف بزرگسالان استفاده کنه یا حق داره از به عنوان کودک از حقوق و تکالیف کودکان استفاده کنه. خب در سن بحران هویت اتفاقای مختلفی میفته که هویت برای فرد مهم میشه. من همیشه این مثال رو میزنم برای دیگران، میگم که چرا هویت برای بزرگسالان خیلی مهم نیست، یعنی نگرانی نداره، اما برای کودکان، برای نوجوانان نگرانی داره. این مثال اینطوری است که فرض کنید که به شما یک قطعه زمینی رو توی یه بیابونی به شما فروختن، مثلا توی یه محوطه بازی که زمین‌های زیادی وجود داره، یه قسمتی 1000 متر، 2000 متر، 5000 متر زمین رو شما میرید میخرید. خب وقتی که این زمین هیچ نقشه‌ای نداره، خطکشی نداره، دیواری نداره، مالکیت شما بر اون زمین اثبات نیست و بعد هر کسی بره اونجا یه خطی بکشه، زمینی بگیره و شروع کنه به ساخت و ساز، شما نگران میشید که نکنه زمین منو بگیره، چون شما نمیدونید کدوم زمین شماست. هر کسی سوار بشه ماشینش به سمت اون محدوده بره، شما نگران میشید که نکنه میخواد زمین منو تصاحب کنه. نوجوان همچین حالتی داره، مثل کسی است که تازه یه زمینی رو بهش دادن و هنوز
مالکیتش رو بر اونجا اثبات نکرده. بزرگسال نه، بزرگسال مثل کسی است که زمین رو خریده، دورش رو خط کشیده، کنده، دیوار کرده، نرده هم گذاشته سر دیوارش، قفلم زده، سندش هم گرفته تو جیبش گذاشته دیگه، یعنی هویتش اثبات شده است. اما نوجوان هویتش اثبات شده نیست. بنابراین هر